ساعت حدود 3 صبح بود که الیزا با صدای عجیبی از خواب پرید. نه صدای آدم بود، نه صدای موتور. یه جور زمزمه خفه. انگار یکی دقیق پشت در اتاقش چیزی رو تکرار میکرد. الیزا نفسش بند اومد. آروم از تخت پایین اومد و به سمت در رفت. گوشش رو چسبوند به در. هیچ کس نبود. اما زمزمه این بار از پشت دیوار اتاق شنیده شد. انگار کسی داخل دیوارها راه میرفت. دیگه نتونست طاقت بیاره. دوربینش رو روشن کرد و زیر لب گفت اگر کسی پشت این دره لطفاً یه صدا بده. 3 ثانیه گذشت، 4 ثانیه. بعد یه ضربه محکم به در خورد. جوری که الیزا از ترس چند قدم عقب رفت. اما وقتی در رو باز کرد راهرو خالی بود. فقط یه چیز عجیب اون بیرون بود. کفی پوش راهرو خیس شده بود. انگار یه نفر با پاهای خیس از جلوی اتاقش رد شده بود. رد پاها ادامه داشت تا اینکه درست کنار آسانسور ناپدید می شدند. الیزا با دست لرزون دکمه آسانسور رو زد. در که باز شد هیچ کس نبود. اما دوربین ضبط کرد. سایه‌ای که درست پشت الیزا، گوشه قاب از